چگونه یه ساعت اندیکاتور را بخونیم؟ نگاه کنید، در حالت عادی ساعت اندیکاتور روی 0 هست و دقت اون هم روی ساعت نوشته شده. همچنین 2 عقربه داره، یه عقربه بزرگ و یه عقربه کوچیک. عقربه بزرگ به ازای هر یه درجه‌ای که جلو میره به اندازه دقت ساعت جلو میره. یعنی چی؟ یعنی نگاه کنید، اینجا الان عقربه بزرگ روی عدد 40 هست، پس 40 ضرب در 1000 میشه 40,000 اینچ. همچنین عقربه کوچیک به ازای هر یک دور کاملی که عقربه بزرگ میچرخه 1 درجه اضافه میشه. پس در اینجا چون تعداد درجات روی ساعت بزرگتر 100 تا هست، دقت ساعتمون هم 1/100. پس عقربه کوچیک به ازای هر یک درجه‌ای که جلو میره معادل است با 100 ضرب در 1000 اینچ، یعنی 1/10 اینچ. یعنی چی؟ یعنی الان نگاه کنید، اینجا عقربه بزرگ 1 دور چرخیده و الان روی عدد 12 هست. پس به ازای 1 دوری که چرخیده میبینیم عقربه کوچیک روی عدد 1 هست و عقربه بزرگ روی 12. پس عدد ساعتمون میشه 1/10 به اضافه 12,000، یعنی 112,000 اینچ. اگه این پست رو دوست داشتی حتما سابسکرایب کن و ویدیوهای کانالمو ببین.